امسال میتونی بهترین هدیه رو دریافت کنی، هدیه محبت خدا. اون میخواد رابطه صمیمانه باد داشته باشه. امروز اومدن عیسی به زمین واسه اینکه نجات دهندمون باشه رو جشن میگیریم. اون روز صلیب واسه گناه ما جونش رو داد، ولی امروز زنده است. محبت خدا همین الان واسه آماده است. فرق نمیکنه خودتو چطور ببینی. خدا انتخابت کرده که عاشقت باشه، چون تو رو خلق کرده و خودش سراسر عشقه. خدا نمیتونه ازت دست بکشه. الان میخوام واسه دعا کنم که عشق و آرامش خدا رو تو این کریسمس دریافت کنی. ای پدر، برای همه کسایی که دارن این برنامه رو میبینن دعا میکنم که عشق تو دریافت کنن و یاد بگیرن خودشونو عادلانه دوست داشته باشن. دعا میکنم اونایی که از خودشون متنفر بودن و خیلی چیزای خودشونو دوست نداشتن بفهمن این کار قلب تو رو میشکنه. شکرت میکنم که کمکشون میکنی عشق و آرامش تو قبول کنن. و اگه کسی هست که هنوز تو رو به عنوان خداوند و نجات دهنده نپذیرفته، همین الان تصمیم بگیرین کار انجام بده. خداوند برکتتون بده و کریسمس